میگن تاریک ترین زمان شب درست قبل از سپید دمه. شاید درک این جمله برای پرسپولیسیا سخت نباشه، برای اونایی که با تیمشون به عمق تاریکی رفتن، قعره جهنم فوتبالی، ته جدول. رجب‌زاده بلند به روی دروازه یه ضربه سر و توی این ضربه چه خواهد شد؟ میزنن ضربه رو در خلاف جهت. بله بلافاصله کارت زرد دوم و کارت قرمز برای وقتی اوایل لیگ 15 بعد از چندین هفته ناکامی فولادو بردن، سکوهای متعجب پرسپولیسی تو ورزشگاه قدیر اولین چشمه‌های احساسی آقای مربی رو شکار کردن. شاه فرصت هست، یک ضربه باز خطرناک و گل توی دروازه، باز هم طارمی. برانکو با شال قرمز روز به روز خوش تیپ‌تر میشد و تیمش روز به روز دست نیافتنی تر. پرسپولیس برانکو بیشتر از یه تیم فوتبال شبیه خانواده بود. خانواده‌ای که بزرگترش از دست داده و حالا کوچیک‌ترا برای شادی اون و البته موفقیت خانواده بیشتر تلاش میکنن و میجنگن. بعد از کوچ ابدی هادی، ستاره‌های سیاه پوش گلشون به صبا رو با هانی جشن گرفتن. هانی دروازه گل مساوی. گل مساوی استفاده کار میگم با هانی نوروزی صحنه قشنگ و موندگار رو حالا همه برای یه چیز می‌جنگیدن و دیگه بین آرزو و هدفشون فاصله زیادی نمی‌دیدن. شاید بعضی از نوازنده‌های این ارکستر هنوز ناکوک بودن، اما اینجا هیچکس ساز خودشو نمیزد. برای پرسپولیسیا هر گل فرصت نمایش شادی و هیجان بود، درست مثل گل انزلی و قایقی که برای جشن گرفتنش ساخته شد. گل برای تیم پرسپولیس در برانکو انگار به بازیکناش یاد داده بود که فوتبال شغلشون نباشه، که فوتبال سرگرمی محبوبی باشه که هر روز از خونه بیرون میکشدشون. خطرناکه و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس و کمال کامیابی‌ها. تو مسیر تایتانیک پرسپولیس کوه یخ کم نبودن، اما هوادارا همیشه جلیقه نجات تیم بودن. همینجا یه سال قبل یکم خنک‌تر، خیلی خیلی شلوغ‌تر، پایان لیگ 15 رامین رضاییان ضربه رو میزنه و توی دروازه حساب کار 1-0 میشه. تاریخ بازنده ها رو از یاد میبره، اما پرسپولیس لیگ 15 یه بازنده فراموش شدنی نبود. اونا قهرمان نشدن، اما هیچ کس نمیتونست چشمش رو روی شایستگی این تیم ببنده. هر حماسه‌ای برای موندگار شدن و یه پایان تراژیک نیاز داره. فقط آدمایی که کنار هم اشک ریختن لذت کنار هم خندیدن رو درک میکنن. جلوی راهن پرسپولیس جامو از دست داد و تشویق شد. ضرب رویاش متوقف شد، اما قلبش هنوز میتپید. زنده بود برای آینده، به شوق آینده. مثل چراغ پرنور برای شهری که زمین خورده اما بیدار شدن و فراموش نکرده. ابرها آسمون پرسپولیس رو ترک کردن. خورشید برگشت مثل قهرمانی. ماهینی توی دروازه گل برای پرسپولیس از واسط ماهینی رسیده. ماهینی پرسپولیس زمین دور و گل. یه بار دیگه رضاییان دیگه قشنگ میشه توی دروازه. یک ضربه و حالا گل. ضربه رو میزنه و نمی‌کنه. بخت لباس قرمز پوشیده بود و باد موافق به بادبانه سرخ سرعت میداد. رفت و برگشت‌های تابستونی عجیب، گم شدن و پیدا شدن‌ها سناریوی این فصل پرسپولیس رو بالیوودی کرد. هفته دهم رامین تو آخرین لحظات پاس گل تیمش رو داد، اما به شادی هم تیمیاش ملحق نشد. اینجا کنار تابلوهای تبلیغاتی قدم زد برای گریه کردن.
مهدی روزهای درخشان زیادی رو سپری کرد، مثل بازی با الوحده. مقطع بازیکن پرسپولیس دهانه دروازه و گل دومو میزنه. مهدی طارمی سروش رفیعی سانتو انجام میده گوی دروازه و توی دروازه. ولی انقدر دویده بود که حتی نای جشن گرفتن گلش رو هم نداشت. هوس بردن شرح وظیفه طارمی تو زمین بود. تا نفس آخر، تا آخر نفس. پرسپولیس بازی کرد یه موقعیت عالی و گل. موقعیت برای پرسپولیس و گل سوم. گل سوم برای پرسپولیسیا مزاحم اشتباه کردن رقبا نشدن. وقتی جدی‌ترین حریفا از نقل و انتقالات محروم بودن با سروش رفیعی قرارداد بستن. توپش رو میگیرن که واسه در واقعه برای طارمی، تک به تک طارمی، فرصت برای طارمی توی دروازه. یه بار طارمی، حالا رضایی توی دروازه. همچنان خود رفیعی سانتی برای دروازه، موقعیت توی دروازه. هفته جدید، جادوگر کوچیک، ستاره‌ای که چرخدنده‌های تراکتورسازی رو متوقف کرد که به پرسپولیس ثروت بیشتری داد. تراکتور رو که بردن، روی کاغذم نمیشد تردیدی برای قهرمانیشون داشت، هرچند که زخم داربی روی صورتشون مونده بود. در مثل محمد انصاری پشت محمد جریمه توی دروازه. خود فرشید اسماعیلی دهانه دروازه گل دوم. مقابلش هستن و گل سوم. گل سوم کاوه رضایی میزنه. این بهترین فصل محسن مسلمان بود. آقای مهندس فقط یه گل زد به الهلال، ولی به اندازه 20 تا گل خوشحالی کرد. محسن معمار قهرمانی پرسپولیس بود. فعلا فرصت هست این ضربه از راه دور به توی دروازه سابقه محسن مسلمان 1-0 میکنه تا پرسپولیس اولین گلش رو در لیگ قهرمانان آسیایی فصل بزنه. خیلی از لحظات شاد و ناب پرسپولیس این فصل رو اینجا به یاد بیاریم، با خوشحالی‌های طولانی. تماشاگرایی که اینجا شاید چند برابر جمعیت ایسلندی زدن. گل زدن به پرسپولیس گاهی سخت بود و گاهی نشدنی. سید جلال حتی تو بازی تشریفاتی با پدیده برای گل نخوردن تیمش هر کاری میکرد. یه اشتباه، یه پاس گل دادم و تو میگه توی دروازه قرار نمیگیره. چه توپی در آوردی سید جلال حسینی. سید بازوبند رو مچش نمیبست. یه کاپیتان که با سختگیری همیشگی اجازه کمکاری رو به هیچ کس نمیده. اسمشون بالاخره روی سکوی قهرمانی نوشته شد. چند ثانیه قبل از چسبیدن جام به دست سید جلال، لحظه این انتظار 9 ساله از ذهن همه هوادارا گذشت. همه شکستا، تلخیا و البته رویاهای نافرجام دور و نزدیک. پایان 9 سال انتظار پرسپولیس و پرسپولیسیا. حالا تیم دهمین بار اومد قهرمانی رو از آن خودش میکنه و از فصل بعد با یک ستاره روی پیراهن خودش در میدان به میدان خواهد رفت. جشن قهرمانی پرسپولیس بدون تلفات خاصی تموم شد، حتی با وجود اینکه بیراوند از پرتابای دست بلندش برای پسرش هم استفاده میکرد. جای هانی روی سکوی قهرمانی خالی بود. شاید بین اون همه شلوغی جشن قهرمانی فراموش کردن هانی رو، ولی شاید چیزی که مهمه و یاد همه میمونه سهم بزرگ هادی نوروزی تو این قهرمانیه.
یکی از بهترین پرسپولیس‌های تاریخ بود، چون جدا از اونایی که گفتیم دستای چسبناک علیرضا هم داشت. و جنگندگی کمال. خستگی ناپذیری وحید. و انگیزه حسین رو. تیمی که میشد دوستش داشت، چون زمینی بود، چون کنار نتایج اعجاب آورش از تناقض و اشتباه خالی نبود، چون زمین خورد اما بلند شد، سیلی خورد اما با سرخی صورتش زیبا شد، چون به شعله‌های امید اعتماد کرد، چون از آخر دنیا به اول رویا رسید.